از زمین و کوه و آهن و آتش و آب و باد از همه کنار هم بذار، قدرت بنده مؤمنم از همه این قدرت ها مافوق است، قوی تره. موسی یک چوبی داشت، زد به دریا، دریا دونست شد، یخ شد. اینطوری دریایی که تو همه وقتی با قوم بنی اسرائیل رفتن، سبحان الله، جلوشون دریا بود، پشت سرشون فرعون و جنودشون و لشکرش. بنی اسرائیل به موسی گفتن موسی ما رو چه کار کردید؟ ما سر به سر تو گذاشتیم، جلومون آب، پشت سرمون فرعونه. موسی چه گفت؟ کلا. این کلا در لغت عرب به معنی زجره، توبیخه. اونایی که اعتقادشون راسخه حرفای بی ربط نمیزنن. حالا آب جلوشونه، فرعون دنبالشونه. راه نجات چیه؟ فقط ایمانه. متصل شدن به بالا، ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. موسی اینطوری گفت با قاطعیت، کلا ان معی ربی سیهدین. ساکت باشید، دیگه این حرفا نزنید. ان معی ربی، به تأکید که رب من همراه منه، راهو نشونم میده. سیهدین در آینده نزدیک الان یه راهی رو اگه شده تو دریا برای من باز میکنه. سیهدین، من خودم به او سپردم، یحبهم و یحبونه. به مجردی که این جمله رو گفت موسی، کلا ان معی ربی سیهدین، خداوند بهش گفت عصات، حالا همون چوب خشکت بزن به دریا. دریا دونست شد. پس آب، مؤمن گفت عصات بزن به آب، آب دونست شد. آب کارش غرق کردنه، اما انسان مؤمن رو نمیتونه غرق بکنه. آتش کارش سوزاندنه، اما آتش نمرود را بهر گلستان آفرید. نمرود وقتی دید که چاره ابراهیم بتشکن و خلیل الله نمیکنه، دستور داد که آتشی بیافروزن. آتش اونقدر بزرگ بود که زبانه میکشید. ابراهیم رو گرفته بودن آوردن، سربازان نمرود میخواستن ابراهیم رو پرت بکنن، دیدن که زبانه به طرفشون میاد، نتونستن ابراهیم رو پرت کنن. اینجا بود که ابلیس آمد، یه ایده داد، گفت اگر یه کار بکنید میتونید ابراهیم رو تو آتش بندازید. اولین کسی که ایده منجنیق در دنیا این ایده رو داد ابلیس بود برای نمرود، و اولین کسی که اجرا کرد نمرود بود برای سوزاندن ابراهیم خلیل. ابراهیم رو گرفتن تو منجنیق گذاشتن، پرتش کردن وسط آتش. دلش نلرزید، اونقدر دوستیش با خدا قوی بود و محبتش با رب العزت و الجلال قوی بود و ترسش از الله قوی بود. میدونست که این مخلوق ناچیزیه. وقتی که پر شد تو آتش، جبرائیل آمد پیشش، گفت ابراهیم به من نیاز داری؟ گفت نه، تو مخلوقید، از من ضعیفترید، اما به اون بله، به رب العزت و الجلال بله، به اون نیاز دارم. تو سخت‌ترین جا هم خداوند خواست آزمایش عقیدش بکنه و محبتش، گفت به اون بله، اما تو ضعیفی. اینجا بود که خداوند آیه فرستاد، مستقیما با آتش صحبت کرد. قلنا، الله میگه ما گفتیم یا نارو، این یا حرف نداست، پس منادی هست، منادا هست، حرف ندا هست و پیام هست. الله با آتش میگه قلنا، ما به آتشمون گفتیم، ای آتش ما، کونی باش بردن، خنک و معتدل و سلامن. علما میگن اگه گفته بود بردن، نمیگفت سلامن معتدل، ابراهیم یخ میزد، زمهریر میشد، تونل انجماد میشد. سبحان الله.